بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا شیخ علی اکبر قیامتی ادرکنی. تو منشأ خیر و برکاتی اکبر جان، مجموعه بهترین صفاتی اکبر جان. بین تو و پیغمبران فرقی نیست، مستوجب ذکر صلواتی اکبر جان. اللهم صل علی محمد. خدمت پدر، استاد و یگانه پرچمدار صاحب الامر و نائب برحق صاحب الزمان و تنها اولیایی که خداوند و توحید و 14 معصوم و منتظر المهدی واقعی بودن را قلب کوبی کرد، سلام و احترام و خاکساری تمامی نوکران و کنیزانتان تقدیم شما باد. ولادت با سعادت محبوب 14 معصوم، فخر انبیا، نفس و ضربان قلب مهدی فاطمه جناب شیخ علی اکبر قیامتی را به خدای یگانه و 14 معصوم علی خصوص مصدر آقا امام زمان تبریک میگوییم. انشاءالله با ظهور امام زمان این ولادت زیباتر شود. انشاءالله خداوند با ولادت ایشان و همه ما نوکران و کنیزان رحم کرد که در لجنزار دنیا غوطه‌ور نشویم. مفتخریم، شاکریم و خوشحالیم که در اصل وجود مبارک شیخ علی اکبر قیامتی نوکری میکنیم. انشاءالله خداوند با ظهور آقا امام زمان خستگی را از تن مبارکشون بیرون نماید. والله با ظهور ایشان ظهور امام زمان شد. با تأسیس پایگاه علی اکبری مهدویت آغاز شد و با دفاع و نگهداری از این پایگاه خداوند و 14 معصوم و نهضت مهدی فاطمه تثبیت شد. مولای من، آقای من، سید المظلومین، انشاءالله با دعای 100% فخر انبیا و عنایت خاصه خداوند این حقیر و تمامی عاشقان علی اکبری و منتظران ظهور تا آخرین نفس نوکری و یاری شما را خواهیم کرد. چه خوش است و گوارا که در راه عشق شما بمیریم، اما شما بلند مرتبه یادمان دادید بمانید و زنده باشید و یاری کنید. پس پدرم، قربان چشمهای مظلومت، فدای این همه زحمت و ایثارت، جانم به فدای کمر خمت و درد زانویت، شما دست ما را بگیرید و با دعای شما میمانیم و یاری میکنیم. نفس های مهدی فاطمه، تپش های قلب مهدی فاطمه، شما پیر اسلام شدید، شما پیر انبیا شدید، شما پیر احکام شدید، شما پیر حکمت شدید، شما پیر قصه های برادرتان مهدی فاطمه شدید. دعا بفرمایید ما هم به درگاه خدا و در محضر امام زمان روسپید شویم و به این نعمت و امانت الهی خیانت نکنیم انشاءالله. و تا ظهور و بعد از ظهور یار باشیم نبار انشاءالله. صادق باشیم نه خائن، ایثارگر باشیم نه خودخواه. پروردگارا قلب نازنین استاد عزیزمان و آقا امام زمان را از من و ماه راضی خوشنود بفرما. پروردگارا ما را تا آخرین نفس برای این دو مولا حفظ و با عافیت هدایت بفرما. پروردگارا ظهور آقا امام زمان ما را برسان. پروردگارا خستگی را از تن این دو عزیزمان بیرون بنما. الطاف خفی خدا شامل ماست، صد شکر ولای اکبری در دل ماست. در روز جزا که توشه از ما خواهند، حب اکبر و آل اکبر حاصل ماست. شیعه با عشق اکبر همواره عزت داشته، با ولای اکبری رمز هدایت داشته. هر کس شیعه مولاست خورده شیر پاک، خوش به حالش از همون اول سعادت داشته. صلوات